کسی که راست میگوید و همیشه سعی و تلاش دارد، همیشه در فکرش هست که من باید دروغ نگویم، راست میگوید، تلاش برای راست گفتن، همین براش بس است که پروردگار اون رو دوست بدارد، پروردگار اون رو دوست می‌دارد. هر انسانی که راست میگوید، تلاش میکند راست بگوید، نزد پروردگار اون راستگو نوشته می شود. نزد پروردگار اون از بندگانی صادقش هست، از بندگانی صالحش هست. انسان با راستگوییش نزد پروردگار هم صادق هم صالح می شود. وقتی که بنده که هم صادق و هم صالح شد، پروردگار با اون نظری خاص میکند، با نظری رحمتش نظر میکند در زندگیش، در عمرش، در رزقش، حتی در فرزندانش خیر برکت زیادی را عطا میکند. در نتیجه چی؟ در نتیجه راستگوییش. برای همین بنده مؤمن باید دائم راست بگوید. حتی فردا روز قیامت پروردگار میگوید قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. پروردگار میگوید که این روزی هست که راستگویان رو راست گفتنشون، یعنی موحد بدنشون، ایمان داشتنشون، عمل هایی که مستقیم برای راست همیشه رفتند، اونایی که در دنیا راست گفتند، صادق بودند، ایمان آوردند، پروردگار رو باور کردند، رسول پروردگار باور کردند، برای منفعت مردم سعی و تلاش و کوشش کردند، به مردم دروغ نگفتند، منفعتشون به بندگان مؤمن، به مسلمانان و جمعیت مسلمانی منفعتشون رسید. در آرامی و آبادی و آسودگی مردم مسلمان سهم گذاشتند. برای اونا چی هست؟ لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. برای اونا جنت هایی که پر از نهر و جوی های آب، قصر هایی که در یعنی همیشه باغ و بستانی که داخل اون نهرهای آب هست، بهترین نعمت های الهی در جنت. و خالدین فیها ابدا، و همیشه جاودانه در اونجا می باشند، دائم و ابد در اونجا می باشند و پروردگار از اونا راضی هست و اونا از پروردگارشون راضی هست. ذلك الفوز العظیم. این است کامیابی بزرگترین، این است عزت و برکت و سعادت ابدی. حتی در روایت آمدگی است که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رو در کار تبریک گفتن مبارک باشد. گفت برای من کامیابی همون وقتی هست که داخل جنت باشم، حتی اگر یک پایم داخل جنت، یک پایم اگر بیرون جنت باشد، باز هم من یعنی خود رو خاطر جمع احساس نمی کنم، خاطر جمعی ندارم. وقتی من خاطر جمعی دارم که داخل جنت شوم، انا اون روز تبریک گویی قبول دارم. به هر حال انسانی مسلمان باید دائم راستگو باشد، برای راست گفتن تلاش کند. وقتی که راست گفت و برای راستگویی تلاش کرد، پروردگار برای اون قصرهای در جنت و باغ و بستانهای جنت که در اون نهرهای آب و تمام لذت و حلاوت و راحت و بزرگترین کامیاب عزت و برکت و سعادت انا همون هست که دیگر همیشه در جنتی جاودانی و ابدی هست. راستگویی و تلاش برای راست گفتن سبب هدایت و داخل شدنش به جنت می شود، چرا که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که ان الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی الجنه. راستگویی به سوی نکوکاری میبرد. انسانی که نیتی دروغ گفتن ندارد، همیشه در قلب و روح و روان و فکر و اندیشه‌اش راستگویی هست، حالا همین نیتی نیکش، نیتی راست گفتنش و نیتی راستکاریش و نیتی
نیکی انجام دادنش اون رو به چی میبرد؟ به نیکی میبرد، به نکوکاری میبرد. الالبر، نکوکار میباشد. و نکوکاری اون رو به سوی چی میبرد؟ نکوکاری انسان مسلمان رو به جنت میبرد.